جنال شمار نشان میده که بسم الله. خب دوستا این وقت هستیم ما در مهمان خانه رستوران. اینجا کسی بسیار مشهور منتو داره. میخوایم این گوشت شما رو نشان بدم که منتوی از نا چطور است. این حالی کسی ماشاءالله دیگه منتویه. بس این را چک منی دوستا که منیزی چی است. در یک پلیٹ چند نمایه من؟ در یک پلیٹ که است آقای ظاهرشاه داد نمایه. خوب دا پیس دیگه چی مایه مالیزی؟ دیگه که است دیگه دال مایه. مطلب که یک نفر فول ترید بسه دیگه. ها باش است لیزی ماس مایه. لیزی که است آقای ظاهرشاه پودینه خشک مایه. اوه ماشاءالله. خودست مساله زبردست. بیخی کلرفول جور کردی بود. ماشاءالله. بس ختم شد. منی منتو میه ایچن شد. زبردست. ماشاءالله. خب دوستان خب بسیر منیزی شما چه چیزی یعنی مطلب اشتیل منیزی مطلب بله لیری که است خالی پیاز و سبزی مایا خیال ما بس شما منیزی منتوی خو مطلب چیز میکس کردین. منیزی منتو که است مو گوشت گوسپن استعمال منی. او ماشاءالله. تاکي عام بله ریڈی ملاو مشه. اونخ پیاز است. آن. بعضی جگہ که است قیمه گوشت گاو استعمال منه او بسیار کم. مو منیزی که است گوشت گوسپن استعمال. او ماشاءالله ماشاءالله بسیار بزی پلیٹی چند است؟ این پلیٹ 400 روپیه. 400 روپیه. منیزی دا پیس است. دا پیس مایه 400. ماشاءالله بسیار خوب دوستان این را که است موری بس چک منی و شمار نشان میدم که چطور است ذائقهش. ماشاءالله بسیار کلرفول است. امی تیم دیگه که شما رو میگردین شاید او دانش می ترجمه شده شه. خب دوستا اول که است منتوش چک منی که چطور است. همونطور که گفتم منیزی گوشت است. مزنالی شما نشان میده که بسم الله. بسیار زیاد زبردست بسیار زیاد یعنی پورا چیزایش فرش معلوم میشه درو هم چی که گوشت منش استعمال کرده خودی منتو تمام چیزش ماشاءالله بسیار ذائقه داره. زبردست. جای شما خالی دوستان شما هم که اشتیای منتو کردین ضرور باید مهمان خانه رستوران بسیار زبردست منتو کستن میگه.